وزارت امور خارجه امارت اسلامی با نشر اعلامیه حملات اسرائیل را نقض آشکار حریم ایران خوانده و آن را تلاش برای تشدید تنش‌ها در منطقه گفته است. وزارت امور خارجه افزوده که اقدامات رژیم صهیونیستی وضعیت ناملایم در منطقه را بیشتر از پیش پیچیده می‌سازد. در اعلامیه این وزارت آمده که همه جهت‌های تاثیرگذار مسئولیت دارند تا از افزایش خشونت‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه جلوگیری کنند. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران پس از حمله اسرائیل به آن کشور نیز گفته که ادعای اشتراک 100 هواپیمای نظامی در حمله به ایران کاملا دروغ است و رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا حمله ضعیف خود را بزرگنمایی کند. برای بحث بیشتر در همین مورد آقای دکتر متین شهیدی آگاه امور سیاسی را از طریق تلفن با خود داریم و بیشتر در این مورد با اونا بحث میکنیم. شهیدی صاحب سلام با شما، خوش آمدین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آرام باشید. شهیدی صاحب، حمله اسرائیل به ایران را چگونه ارزیابی میکنین و ایران برای دفع حمله چقدر موفق بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. قبل از همه به همه شنوندگان محترم تلویزیونی حریت سلام تقدیم می‌دارم و برایشان از الله امتال سلامتی استدعا دارم. اسرائیل یک غده سرطانی در قلب امت اسلامی است که توسط استعمار کفری در قلب امت اسلامی غرس شده و در بین امت اسلامی زهر میپاشد. متاسفانه که بیشتر از 1 سال میشه که مردم غزه را به قتل عام، به نسل کشی دست زده و مسلمان ها با 2 میلیارد نفوسش تنها سیلبین و نظاره‌گر است به جز از کشور اسلامی یا جمهوری اسلامی ایران. بنابراین با کمک و یاری طاغوت امریکا، اسرائیل توانست که به حریم خاص ایران تجاوز بکند توسط پهپادها و راکت‌ها و طیاره‌ها و الحمدلله که حملهشان کاملا ناموفق بود و چیزی که آنها هدف داشتن به هدفشان نائل نشدند. جمهوری اسلامی ایران توانست که دفاع موفقانه بکند و همه راکت‌های آنها را در فضا خنثی بکند و حمله اسرائیل را به طرف ناکامی سوق بدهد. در این حمله اسرائیل چندان دستاوردی نداشت، طوری که او تبلیغات میکرد و آرزویش داشت و ایران موفقانه توانست که از حریم خود دفاع بکند و حمله اسرائیل را از نطفه خنثی و در فضا آنها را به نابودی بکشاند. بله. و از نظر شخصی ما، طوری که ما ارزیابی کردیم، ایران در این دفاع خود موفق بود و اسرائیل با همه تبلیغات سویش و کمک‌های بی‌دریغ امریکا ناکام بود و نتونست که به هدف خود نائل شود. بله. شهیدی صاحب، تحلیل شما چیست؟ همان گونه که ایران میگه که این حمله اسرائیل سطحی بوده ولی اسرائیل در پی بزرگنمایی حمله است و گفته که حمله بزرگ را انجام داده و در حدود 20 پایگاه نظامی ایران را هدف قرار داده. یا واقعا چنین است که ایران میگه که این حمله سطحی بوده و اگر که چنین است دلیل چی بوده میتونه که آیا اسرائیل از حمله دوباره ایران ترس داره که حمله سطحی را انجام داده؟ ولی در این شک نیست که ایران توانمندی نظامیش در منطقه بالاتر از همه است و اسرائیل خودش چیزی ندارد. همه چیزی که دارد توسط کمک‌های برخی از کشورهای اروپایی و امریکا هست که امریکا در پشت سرش ایستاده است، کمک‌های بی‌دریغ نظامی می‌کند. اسرائیل در حالت شکست است بنا به وعده الله عزوجل و در جبهه لبنان و 1 سال میشه که در جبهه غزه تلفات سنگینی را متحمل شده و بیشتر از میلیاردها دلار آنها در هر ماه خساره میبینند و بالخصوص پس از اینکه جنگ‌هایشان را در جبهه لبنان آغاز کردند در مقابل حزب الله لبنان، از تلفات سنگینی آنها متحمل تلفات بسیار سنگین است. بنابراین اسرائیل در حالت ضعف و ناتوانی هست، چی از دیدگاه اقتصادی و چی از دیدگاه فشارهای داخلی.
هر روز و هر ساعت در اسرائیل بر ضد جنگ مظاهره هست. در کشورهای نه تنها اسلامی بلکه در کشورهای امریکایی و اروپایی بر ضد اسرائیل حمله هست. سازمان ملل متحد 4 مرتبه بر اسرائیل دستور داد که باید جنگ ها را متوقف بکند و از کشتار مردمان ملکی، اطفال، کودکان، زنان، پیرمردان و ملکی آنها دیگر در غزه دست بردارند. بنابراین اسرائیل تحت فشار اقتصادی و نظامی قرار دارد و توان مقابله یقینا که دیگر نه با حرکت اسلامی حماس که از خود یک درفشانی قهرمانی را نشان داد در خلال 1 سال، که اسرائیل میگفت که 1 هفته توانمندی مقابله را ندارد. برخلاف توقعات جهانی حماس تانست که بیشتر از 1 سال در مقابل همه جنگ‌های وحشیانه و بربریت اسرائیل مقاومت بکنند و از خود شجاعت نشان بدهند. و همچنان حزب الله تانست که از خود مقاومت بسیار چشمگیری را نشان بده و اسرائیل را در جبهه لبنان درگیر بکند. و یقینا که ایران توانمندی بزرگی را از دفاع دارد و میتواند که حملات دیگری را هم به اسرائیل انجام بده. اگر اسرائیل دوباره بخواهد که به ایران تجاوز بکند و حمله بکند، یقینا که مورد هجوم شدیدتر کشور اسلامی و جمهوری اسلامی اعلان قرار میگیرد. بنابراین اسرائیل نمیتونه که فعلا در جبهات مختلف 3 جبهه‌ای که در پهلو همسایگیش قرار دارد که سوریه است، لبنان است و فلسطین است و جبهه دیگری را به ایران مستقیما آغاز بکنه، توانمندیش ولو که با کمک غرب باشه ندارد. ما به این عقیده داریم، به این ایمان داریم که الله عزوجل طرفدار حق است، طرفدار مسلمان ها هست و حامی اسلام است و این را ما در 1 سال مشاهده کردیم که حرکت حماس با همه کمبودی عتاد و مواد عسکری تانستی که اسرائیل را در خاک غزه درگیر بکند و هر روز به اسرائیل تلفات سنگینی را وارد بکند. امیدوار هستیم، یقین داریم، عقیده داریم، باور داریم که اسرائیل این لحظات آخرش است. انشالله که غده سرطانی بریده میشه و از قلب امت اسلامی گلمش جمع میشه و مسلمان ها و بخصوص مسلمان ها و مظلومین فلسطین انشالله آزادی خود به دست خود میگیرن. بله شهید صاحب، بین که حمله بعدی ایران را ارزیابی بکنیم، ساعت پس از این حمله که اسرائیل انجام داد، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران گفت که تهران برای پاسخ به حمله آماده است و وزارت خارجه ایران هم در اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر کرد گفت که ایران حق خود میدانه که به تجاوزات بیرونی پاسخ بده. چی فکر میکنین از شرایطی که دیده میشه ایران باز هم حمله خواهد کرد؟ بله یقینا ایران حق داره که از خود دفاع بکنه و اولین تجاوزی که بر ایران کرد اسرائیل کرد، اسماعیل هنیه را که رهبر سیاسی حرکت حماس بود و میمان تهران در نصب رئیس جمهورشان بود، تجاوز کردند و دهها تجاوز دیگری در کنسولی ها و سفارت های ایران در سوریه کردند که این نقض صریح حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد هست. بنابراین ایران حق مسلمش است از دیدگاه قوانین بین المللی که از خود دفاع بکند و از دیدگاه نظامی و اقتصادی هم ایران توانمندی را دارد که در پاسخ حمله اسرائیل پاسخ شدیدتری را برشان بدهد، چون که مقوله عربی میگه الحدید لا یفلح الا بالحدید، آهن ذوب نمی شود مگر به زور آهن یا توسط آهن و جواب زور به زور هست، منطق هست، منطق بشریت است. نمیشه که اسرائیل از سلاح سخن بزنه، از زور صحبت بکنه و ایران در مقابل او نرمش بکند. بنابراین حق طبیعی ایران است که در مقابل زور از زور استفاده بکنه. اگر از زور استفاده نکنه و در مقابل حمله اسرائیل پاسخ نده، به این معناست که ایران تسلیم میشه و در مقابل مخالفینش ذوب میشه. یگانه مقاومت و پاسداری و استمراریت جمهوری اسلامی ایران همیست که در مقابل اسرائیل از خود رادمردی نشان بده و در مقابل هجمات اسرائیل باید پاسخ دندان شکن بده. در غیر آن ایران خودش به خود ذوب میشه و توانمندی مقابله را با حرکت‌های مخالفین داخل خود نمی داشته باشه.
بله. شهیدی صاحب، قسمی که میدانین در این حمله اسرائیل صاحب اختیار نبود و وزیر خارجه ایران هم پیش از این گفته بود اگر که اسرائیل حمله کنه آمریکا هم در این دخیل است و پایش در جنگ کشیده خواهد شد. حالا حمله انجام شد. آیا پایگاه‌های آمریکا در منطقه بیشتر در تهدید یا خطر تهدید بیشتر به پایگاه‌ها مواجه است به نظر شما؟ در این شک نیست که امریکا رأس حربه در کشورهای اسلامی است. تمامی جنگ هایی که در منطقه فعلا شعله‌ور شده است امریکا در او دخیل است. چه در جنگ عراق و سوریه در زمان سقوط صدام حسین و چه در جنگ افغانستان در زدن امارت قبلی طالبان و چه در قضیه اوکراین و چه در قضیه فلسطین و لبنان، بدون کمک و سپورت و حمایت نظامی و مالی امریکا همه میدانه که ناممکن است. در هیچ جنگ فعلا در دنیا امکان ندارد که امریکا در او دخیل نباشه و امریکا در بسیاری کشورهای اسلامی قواعد نظامی دارد، در تمامی امور مسلمان ها دخالت میکند. اما متاسفانه که مسلمان ها برده و غلام و خرید امریکا هست. اکثریت حکام کشورهای اسلامی توسط امریکا دور میشه و توسط امریکا نصب میشه. ما شما میبینیم تمامی مخالفینی که در سطح کشورهای اسلامی وجود داشت، از مرسی گرفته تا اربکان و تا جبهه انقاذ اسلامی در الجزایر و چی در تونس و چی در از بین بردن صدام و معمر القذافی در لیبیا و چی در از بین بردن امارت قبلی طالبان، امریکا مستقیما در امور داخلی کشورهای اسلامی دخالت سیاسی و نظامی دارد. بنابراین ما به این باور هستم که امریکا در کشورهای اسلامی رو به مواجهه سخت دیگری میشه و مسلمان ها ان شاء الله بیدار میشه. طوری که امروز ما بسیاری خبرها را مطالعه کردیم که گروه جدیدی در جزیره العرب بر ضد اسرائیل راکت ها را فیر کرده و از اینها شلیک شده. من مطمئن هستم که مسلمان ها بیدار میشن و کشورهای اسلامی در مقابل تجاوزات بیشرمانه امریکا ان شاء الله حرکات سیاسی و مخالفت های نظامی را نشان میتن و امریکا گلمشان و قواعد عسکریشان در کشورهای اسلامی ان شاء الله مورد حمله شدیدتر قرار میگیرد. تشکر دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت دادین. وقتتان بخیر باشه. سپاس از شما. آرام و سلامت باشین. تشکر که برای ما فرصت دادین. وقتتان بخیر باشه. خدا نگهدار. دکتر متین شهیدی آگاه امور سیاسی بود که در مورد حمله اسرائیل به ایران با اونا بحث کردیم. ادامه